امروز از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مطابق بندهای 8 و 9 ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان پیشنهادها برای دادن رضایت به مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برای از وظیفه پروکورور ژنرالی جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن رحمان یوسف احمدزاد با سبب به کار دیگر گذاشتن، از وظیفه معاون پروکورور ژنرالی سرپروکورور حربی جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن واحدزاده حبیب الله سیدالله با سبب به کار دیگر گذاشتن، از وظیفه معاون یکم رئیس سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان بازخوان نمودن عبداللهزاده زبانیسا فیض‌الله با سبب به کار دیگر گذاشتن، برای به وظیفه پروکورور ژنرالی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن واحدزاده حبیب الله سیدالله، به وظیفه رئیس سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن عبداللهزاده زبانیسا فیض‌الله ارسال گردید. طبق ترتیب مقرر گردیده مطابق ماده های 18 و 20 قانون جمهوری تاجیکستان درباره پالاتای حساب جمهوری تاجیکستان پیشنهادهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس پالاتای حساب جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن چیله‌زاده قراخان و به وظیفه رئیس پالاتای حساب جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن کریمزاده جمشید عبدالرحمان ارسال گردیدند.